پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن یه روزی بر امت من میرسه که اونقدر ضعیف و متزلزل میشن که یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. صبح نماز صبح خونده تا غروب کافر میشه و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یبیع دینه و عرضه بعرض من الدنیا او کما قال صلی الله علیه و سلم. شرفش و آبروش و دین و ایمانش با یک چیز ناچیزی از دنیا میفروشد. باید تکلیف اونو با معبودمون روشن بکنیم، با دینمون روشن بکنیم. اصلا میشه رو کسی حساب کرد یا نمیشه؟ میشه به مسلمانا تو خانه خدا امیدوار باشیم که هستن تو جامعه و حمایت میکنن وقتی یک حرکت خوبی برای جامعه ایجاد میشه، یا فقط میشنون و میرن بیرون؟ یه زمانی به شیخ زاهد وقتی که شهید شد، بعضی هست همون کسانی که پشت سرش نماز میخوندن گفتن تقصیر خودش بود، میخواست سخنرانی نکنه، میخواست حرف نزنه، میخواست فلان نکنه، تقصیر خودش بود. در داستان حضرت علی رضی الله عنه میخوندم که شخصیت ایمانی و اعتقادیش اونقدر راسخ بود، همینطوری بودن که نوشته بود هیچ ظالمی و تبهکاری در طول زندگی این شخصیت به خودش امید نداد که یه روزی حضرت علی تو صفش باشه، بتونه اونو به دست بیاره، و هیچ مظلومی صاحب حقی ناامید نشد که این شخصیت یه روزی پشت اونو خالی بکنه. امروز جامعه متزلزل شده، خاطر که راسخ نیستیم در مسائلمون. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. لام لام تأکیده، نونم نون تأکیده، فعلا فعل مضارع است. یعنی هر وقتی رو تلاش کردن نصرت و حمایت ما هم تکرار میشه با تلاش اونها. هر روز که تلاششون و تلاششون نه یک تلاش متنوع شد، فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. چقدر این سوره رو خوندیم، میدونی معنیش چیه؟ فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. میگه هر وقتی که از کار خیری فارغ شدید، نگذار بین کار خیر تو و مفید تو با کار خیر بعدی که شروع میکنید فاصله بیفته، فراغ بیفته. وقتی فاصله افتاد تو سرد میشید. میگه کار خیر و پایانش آغاز یک کار خیر دیگر شروع بکن که به هم وصل باشه. و میگه فنصب یعنی چی؟ یعنی کار خیر سختی داره، تحمل باید بکنید، صبر و بردباری باید داشته باشید، اذیت و آزار داره، چون راه بهشته همش خار خاشاکه. راه جهنم نیست که اتوبان و جاده اسفالت بدون دستانداز و موانع باشه، که آسفالت و استاندارد بدون دستانداز و موانع، چون راهش راه شهواته. اذا فرغت فانصب، نصب یعنی تحمل سختی. بعد دنبالش میگه و الی ربک فارغب. اگر میخوای از کارها برکت و بهره ببرید، باید اون کارها رو رنگ و بوی خدایی بهش بدید. حتی اگر معلم زبان انگلیسی هستید، معلم نقاشی و طراحی هستید. یه زمانی استوانه‌های قدیم وقتی مسجد درست میکردن، خودش با کارگراش میرفتن وضو میگرفتن، خشتای مسجد رو میگذاشتن. ولی امروز مهندس تو مسجد هم داره محراب رو تنظیم میکنه، سیگارشو دود کرده. خیلی چیزها به هم خورده. یک توبه جانانه لازمه. و الی ربک فارغب. تو هر کاری مشتاق و راغب الی الله باش، راغب به سوی پروردگارت باش. لنهدی